اونجا بشه دختر ها اونجا بشه بشی ها اونجا بشه چیکار میکنی تو اینجا هیچ نه اومده میرم نمازش میخونم میرم کنی نماز کنی جوی نماز نه درمان نمازش میخونم این بچه اینی بید 20 minut نشتی اوه اومدن правильно گاو بعد چیکار میکنی اینجا تو اومده میرم بو چی ده اومدی آخی؟ نه بگو نه چی ده اومدی؟ تو شو داری؟ تو شو داری؟ شو در کجای؟ رسیدن چیکار میکنه شو در رسید؟ کار میکنم برای کی؟ برای ما برای تو؟ این چی میکنه اینجا؟ یعنی نه من نمازش میخونم میرم برای چی میاد نیست پیش نماز خونی؟ خیلی خشتونه خیلی خش خونه اینجا ایمینا خونه تو اومد زنا کی بشو زنها هم تعلقاتی دارد من زنها هم میزه میکنم زنها هم بسیار حد برمت بسیار به ناموس شد زنها هم بسیار به دیانت شد زنها هم نمیخوان حق نشینیدن نخواهی حق غالبه ایاد نبرار امروز شواش حرمت نکرموندن شواش خیانت دارن امروز بیچاره شو در شهری روز بیچاره مردش مرده و کسا کار میکند 5 سال و 10 سال لیکن امروز زنها چی دارن امروز از الله ترس ندارن غضب ندارن لیکن نمیخواهن که صحبت خلافت علما را گوش کنند خواهی نخواهی جزا مقرر است از یاد نبرار چی مردی چی زنی جزات الله میتید از یاد نبرار ولی می خاموش بشه یک نیم ساعت انشاءالله خدا خواهد این صحبت برای انسان است برای درختان است برای چمچقان است برای زمین نیست برای انسان است که باید که شنیدنی سخن خدا و رسول یک فکر کند یک اندیشه کند یک بخت بیاید یک به خدا نزدیک شود و پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم محبتش پیدا شود ما مسئله ما همین است ما شما را دوستای عزیز مادرای عزیز خواهرای عزیز ما دوست شما هستیم ما شما را حرکت میکنیم که از ضلالت براریم شما را ما حرکت میکنیم که شما را از راه فساد گم کنیم ما حرکت میکنیم که انشاءالله شما راه خوب بگیره نجات دو دنیا نمایل شه پگه خدا خواهد میریم مالی هممون میمیریم پیش الله میریم الله از نماز میپرسد از عبادت میپرسد از خدا جویی میپرسد از راه شیطانی ملعون رفتن میپرسد ولی همین آگاه باش هوشیار باش امروز آگاهی دور طلب شست امروز عیناً موعظه کردن وقت است امروز مردم ما و شما محتاج سخن خداند محتاج سخن پیغمبرند تا که گوش نمیکنی پخته از گوشت گیره کن امروز ساعت شد انشاءالله الحمدلله سخن خدا شنیدن ساعت و وقت شد تا که گناه بیرخشه میبرداری از الله نمیترسی الله خدا خواهد مهربان است لیکن الله با انشاءالله چی است قهارم است جبارم است قهرش نگرفت تمام نیست و نابود میکنه در یک لحظه همین شیطانی ملعون عزیزانی من اصلش از علاب است سوره الرحمن ده الله بیان میکند ما میگد شیطان میگد چی از علابی که بدود یک شو یعنی دود و غبار از علاب میگد خدا ما شیطان آفریدیم همین شیطان کسخه میگم برای شما شیطان وقتی که آفریده شد تمام روی زمین سجده کرد یک گوشه پارچه زمین به سجده شیطان نیست عزیزان من چنان به عبادت رغبت و محبت زیاد داشت حتی یکم آسمون برمد دویم آسمون 7 قبط آسمون دن عبادت کرده برفش خلصی کلام 600 سال الله سبحانه و تعالی عبادت کرد آخرون انشاءالله خدا خواهد از خدا دعا کرد عرش برمد از خدا دعا کرد لوح المحفوظ که در دستگاه است در آسمان که تقدیرات تمام مردم دنیا نوشتگی است یگانه همین شیطان خواندگی است وقتی که همون مطالعه کرده آمد یک جاش نامد که کسی که فرمان خدا را نکند از درگاه الله رانده می شود گفت که خداوند همین یک جاک نیستگیر همین یک جات حفظ کن در کار میشود خداوند گفت کی از درگاه رانده میکنی کسی که گفت اطاعت الله نکنه البته از درگاه من رانده میشود گفت حتی اینکه میگه در جنت از نور کریسلاش موندن از نور خدا خواهد انشاءالله یک کریسلاش موندن در بارای کریسلا چکار میکرد فرشته ها را درس میداد
معلم فرشته ها بود. حتی اینکه راویان روایت میکنن جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل که بهترین فرشته های مقرب درگاه خدا هستند، زیر پایه شیطان موعظه گوش میکردن. فرشته چنان با شیطان محبت زیاد شد که اگر گفتن مبادا خطا کنیم و همین شیطان پیش الله شفیع کنیم، الله ما را میبخشه. چنان این محبت، چنان اعتقاد زیاد داشتن. الله اراده کرد که در روی زمین چکار کند؟ یعنی خلیفه جانشین آفرد. این قصه قرآنی است. در سوره بقره الله سبحانه و تعالی خواست که انسان آفرد. پیش از انسان در روی زمین جنها بود عزیزان من. پیش از انسان تمام جنها بود. همین شیطان که نامش عزازیل بود رخصت گرفت از خدا، تمام روی زمین پاک کرد از جنها. جنها را بعضی آش کش، بعضی آش بند کرد، در هر کجا غرون پرتافت و بعد الله سبحانه و تعالی اراده کرد که آدم آفرد. ما عزیزان من، ما خاکی هستیم، ما میمون شدگی نیستیم. عقیده اتئیسم پرت از فکرت. تا این روز کدام میمون آدم شده است؟ آدم میمون شدگی است. لیکن قصه قرآنی قومای حضرت عیسی علیه السلام خدا را اطاعت نکردن، میمون در مبدل شدگی است. در سوره بقره است. لیکن الحمدلله یگان میمون حال انسان نشده است. خدا در قرآن وعده میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. ای خاکیا ز خاکت آفریدم هوشیار باش، خاک بودی در میان خاک گردی بیدار باش. خاکی هستی بدن تکبیده بین خدا خواهد زب زر دست بدنید. حضرت جبرئیل گفت راه، گفت روی زمین، گفت یک قبضه خاک بیار. حضرت جبرئیل وقتی که زمین اومد زمین، حضرت جبرئیل قسم داد گفت که نمیتیمد خاک، چون که الله از من آدم می آفرد، آدم گناه میکند، من به دوزخ میدرم، طاقت عذاب خدا ندارم. حضرت جبرائیل گفت که خداوند زمین من قسم داد. حضرت میکائیل گفت تو برو، میکائیل هم نتونست، اسرافیل هم نتونست. آخر حضرت عزرائیل چهارم فرشته مقرب گفت تو برو، گفت خاک بیار. وقتی که بالای زمین اومد، زمین با قسم داد گفت که فلان، گفت من بگفت من فرمانی آفریدگار میکنم. یک کوزه زد و همین خیل فرشته های کلون هستن که در کتاب قصیده میگه که اگر میگه جبرائیل از تاری سرش، اگر تمام آب بحر دنیا را جمع کنی بریزی، یک قطرش به زمین نمیچکیده است. و یک قبضه زدگی کردی تمام خاک دنیا را گرفت. چی سرخ است، چی سیاه است، چی سبز است، چی زنگار است، همین خاکا را جمع کرد، همش یک قوزه پیش الله بود. الله سبحانه و تعالی حضرت عزرائیل چی گفت؟ اکن عزرائیل گفت جان این مردم ها را که تو میگیری. خداوندا گفت من جانشون میگیرم، فقط دعوا میکنن که عزرائیل من کشت، عزرائیل جانی من گرفت. خدا گفت من چنان تدبیر میکنم که یک کس در آب، یک کس در علاب، یک کس گفت در بیماری، یک کس در ماشین از تو نمیبینن. لیکن اجل جان حضرت عزرائیل میگیره، چی در ماشین میموری، چی در سمالیات میکفی، چی در کدام حالت هم باشد، حضرت عزرائیل در بالات حاضر است. چون که وی فرمانبردار الله هست. جانی همه دنیا را، همه انشاءالله انسان ها را میگرفتگیش هست حضرت عزرائیل است. از همون روز پیدایش آدم سر شد. آدم در الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ بهترین صورت آفریدش، یک صورت زیبا آفریدش و جان در یک طبق نور آوردن. قصه دراز است، قصه میگم. جان در قالب حضرت آدم جا کردن. وقتی که حضرت آدم جا کردن، حضرت آدم قرار نگرفت. آخر خدا تدبیر کرد که دخترای جنت نوشونش داد، نگاه نکرد، اعتبارم نداد. گفت تا از جنس خودش نآفرم این آدم قرار نمیگیرد. آدم بسیار بی‌سرانجام بود. الله سبحانه و تعالی یک خواب غلبش کرد. حضرت جبرائیل گفت از قورغه چپی آدم گرفت یک قورغشه و خداوند کن گفت فیکون. بعد چی شد؟ ماما هوا پیدا شد. عزیزان من، آدم عطا نداره، ماما هوا عطا نداره. چکر که عیسی علیه السلام عطا نداره، این قدرت خدا های. خدا بخواه انشاءالله به پدر فرزند پیدا او کند. میگد طفل را در مهد گویا او کند. خدا خواهد به پدر می آفرد در دنیا.
به مادر پیدا میکنه. خدا قدرت داره. انجینری ما شما الله هست عزیزان من. ما شما را الله آفرید در رحم مادر، نه پروفسور، نه مولا، نه پیغمبر، نه دکتر تو را فرزند داده نمیتونه تا اگر خدا چی نکنه اراده بچه و دختر نکنه دواره نشو. امروز هزارها مردم بے پر فرزند هستند، هزارها مردم به انشاءالله دختر هستند. عزیزان من این همش قدرت آفریدگار است. عزیزان من وقتی که حیات سر شد عزیزان من، حضرت آدم علیه السلام محبت ماما حوا را در قلب حضرت آدم علیه السلام جا کرد. به طفیل بیدار شدنش بهترین میگه زیباگی زنهای دنیا را حضرت ماما حوا داد الله سبحانه و تعالی. دست دراز کرد که گفت که دست کش. آدم گفت تو حق نداری، گفت به نکاح یعنی چی؟ ماما حوا را دست گیری. ما امروز چیکار داریم مکن؟ موضوع اساسی سرچشمش نومدیم. امروز ما و شما جوان پیسرام و جوان دخترام حال فاتحه شده خلاص، حال نکاح نیست. همهش زیر یک دستی کنار بوسه کنه از کجا یاد گرفتی؟ نه انصاف، از خدا نمیترسی، از خدا ناموس نمیکنی و حرام است دستی و کپیدن. دستی اون بیگانه زن کپیدن تا نکاح نباشد حرام است و از خدا نمیترسی. ما مسلمان زادیم، مسلمان میریم. کجا کدام پایی که رفته زاده امروز؟ کدام پایی دشمن های اسلام رفته زاده ای کار را داری؟ امروز جوان پیسرها جوان دخترها به ناموس شدن. آیسته آیسته باور میکنه شب بود روزها هم سر میشه کن. کدام یک بندرگاه میبینی خدا خد دو تا جوان یک جایه هستن فوق به فوق، از خدا نمیترسن. ما کور نیست، همه میدانیم. با میگوی که داملا هر گپ میزنن. من نگمود کی میکنه نه، من نفهم شما کی میفهم شما را اینه. از من گپی من آریت میکنی. آریت از خودت کن انشاءالله. از خدا ناموس کن، از پیغمبر ناموس کن. آدم علیه السلام خدا من کرده سی ماما حوا را، هیچ کس نبود. آدم ماما حوا را آفرید از قلقه چپش. این قلقه چپ عزیزان من همیشه کج است. این زن راست نمی شود، خودت بکشیم راست نمی شود. اگر قلقه چپ راست میکنم میشکنه. این زن هم کمبودی ها دارد، کمبودی هاش اصلاح میکنی، یک قرد میکنی انشاءالله. خدا هر عزیزای خدا را زنهاشو بد اخلاق بدن. هر زن عزیزای خدا. برای شما که حضرت عمر را میگم، بای عمر در خانهش با همسرش جنجال داشت. یک مرد شکایت اومد از بالای زنش، آمد که گفت که خواست که بای مرا عرض کند که بیاد براد یک زنش انشاءالله یک نصیحت کند. چیکاره که ما را هر روز میگن یک خانم را داملا جان، یک من دختر آمد زنها آمد جمع کنیم یک از خدا و رسول فهمون شو میگن. همچنان حضرت اومد که حضرت یعنی عمر که همسرش داد دارد، میگه تو عمر چیکاره یک خدا خواهد پریزیدنتی که در 125 دولت در خانه نمک نیست، نون نیست، موره روزوت دادات و آدم گوش که ساده گفت که باز زنی ما خوبته بوده. این سیاست عمر تمام دنیا میلرزه. از سیاست عمر این زن شد دادگوش بی عمر خاموشه. بس که گشته میدم گفت که حضرت عمر برمت دید که یک جوان گفت بچم کجا میره اینجا بیا جوره کجا رفته ساده. یکو من هم خیلی نه گفت یک شکایت داری، گفت سته بیا. من گفت همین روی زنم شکایت اومدم نه که زن شما ایماندم یک زنده من عبرت گرفتم گفتم بلتن که من به بچم بش اینجا. تو فقط یک زن خدا خواهد انشاءالله یک کارش اعتبار نگی. زن گفت خمیرت میکند اینش اعتبار نمیگیری، افقاتت میکنه اینش اعتبار نمیگیری، از رای بد میگردن اینش اعتبار نمیکنی. زن چراغی خونه گفت این اعتبار نمیگیری. فقط در رو یک خورویش یک معاملش یک شب پیشواز میگی در رو طلاق پیش میکشی. از خدا نمیترسی. گفت فرزندات تربیت میکنه. گفت زن گفت چراغی خانه است، خانه بزنک تارت میتنه تارتنک بگه. خونه بزنن اون خدا خواهد خطب چای که نمیخوری تاتم نمیری انشاءالله. خدا خواهد میایم خواه میرم خیساری خطب میگرونی سهر نه میروی نه تازه میکنی. این زنهان در رحمت که بیچاران همه این ناز و نعمت که تیار میکنن مردک این زنه که بیچاره تیار میکنند. باید زنها هم قدرش برسی عزیزانی من. در آن زنها رو امروز بینن یک ماه دو ماه بعد جداش نسادیان، یک ماه نگذشته است، ها حرمت نمیکند، ها آداب ندارد. اما هم آخی دیروز گوساله بودیم، ما مکه آدم شده مکه
ما هم که عقل داشتیم، ما هم که خشومنای زور شدیم، ما هم که خسرای زور شدیم، تا دین ما هم جندی بدیم. تا دین هم ایاد نبرارد زن و مرد که اگر مادر و خسر و خشتومند چی کراشی میکشی ایاد نبرار حواره نشو کما تدین تو دان. اگر خدا خواهد تو هم کلونچک بدی همین خشتومند خدا خواهد حرمت نکراشی نم حرمت نمیکنه حواره نشو. اگر عزت نکراشی عزت نمیکنه کما تدین تو هرچی معامله میکنی هوای از کلون و دخترات میگیری. من یه دختر همیشه من گفتمش تو گفتم در وقتش خشتومت ناز نمیدیدی در وقتش خشتومت داد میگفتی این خدا خود دواینا گذروندش مردنش ناراضی شد. این خدا بالا در نگه دارد. الله دفتر جنایتی دارد با یاد نبرار. روز میشاد دو جنایتی 20 سال بعد میگیری خدا خود 20 ساله باشی 40 ساله نوج کلین و دمادار میشوی الله میگردونه تا آره نشو. ولی من حاضر توبه کنه حاضر مین بده انشاءالله خدا خواهد. من قبلا در حاضر 1 ساعت پیش یک دختر شکایت کرده هم اومده سادم بیچاره حامله دارم گفت داملا جان از خانه گفت خسرم پیشم کردیم گفت خانه مادرم دستم گفت چیه یافتی یعنی خدا خواهد خستمانو هم کلینا را چی برا عطت کند بیمار شد برا عطت کند این نامردی نیستک خانه ایتونه خدا خواهد خدمت کند شو بچه ایتونه زن شود و خدمت کند و یا برای خدا خواهد بعد وقتی بیمار شد یا گان کار شد پیش کرد این پسی انسان نشون میتید این بیویجدانی انسان نشون میتید خدا همون درد میتید تو نمی انشاءالله خدا خواهد بیچاره خدا خواهد همه کسا خدمتت کنه 1 روز 2 روز خدمتت نکنه دادت به فلک میبراید. دختری تو هم یک بیگانه هم خیل میکنه خدا خواهد انشاءالله آره نشد دختر تو یک بیگانه هم خیل میکند از یاد نبرار. این قسکار رای چپ است این راست میکنم تا آره نشو خدا خواهد گاه ها کرد میکنی. من اسلام در چی میگد یکم میگد وقتی که جنجال کردی جاگت جدا کن جاگت میگه جدا کن میگه تو در خونه در خونه خواره خدا خواهد 2 ساعت با بخد میآید یا میگه جدا از زایشید افقاچه نخیر میگه خدا خواهد انشاءالله با بخد میآید یا برای یک بیرم برای یک گیرگشته بیا خدا خواهد یک کوچه آره با دیده که یک 10 ساعت بعد خدا خواهد دهنش گیزه 200 کیلو مویزه انشاءالله خدا خواهد